امروز روز بین المللی تئاتر است. تئاتر تاجیک چگونه در سطح بین المللی مقام و منزلت خود را دارد؟ با این سوال به چند از متخصصان خواجه کمال خوجندی مراجعت کردیم. تحلیل های این متخصصان نشان می‌دهد که تنها دوام یک سال اخیر کارمندان تئاتر خواجه کمال خوجندی در 7 نمایش بین المللی اشتراک کرده صاحب جایزه ها گردیدند. از این برمی‌آید که مقام تئاتر تاجیک در سطح بین المللی خاص است. جناب آقا خانم، تماشایی که امروز منظور شما می‌گردد از عشق و محبتی چون آب زلال صاف و پاک و بی‌غبار نقل می‌کند. این نمایشنامه در فستیوال بین المللی آسیای میانه معرفی شد. آن طبیب پران عنوان دارد. کارمندان تئاتر دولتی مسکه و موسیقی به نام کمال خوجندی در شهر الماتی قزاقستان طبیب پران را به نمایش گذاشتند. از جانب تماشابینان خوش پذیرفته شد. در این فستیوال بین المللی جایزه برای بهترین نقش زنانه سریا خوجایوا صاحب گردید که او نقش امک بچه قهرمانی نمایش را اجرا کرده است. با فستیوال های بین المللی دوسیه نمایش راه می‌یابد. طبیب پران از روی اثر دراماتورگ فرانسه ژان باتیست مالیر که با طرز و اسلوب ملی تاجیکانه روی صحنه گذاشته شده است، طلبات به این نمایش خیلی زیاد است. و باز نمایش بلبلی خوجند که ما بخشیده به 700 سالگی کمال خوجندی روی صحنه گذاشتیم، اون هم در 2 فستیوال بین المللی اشتراک کرد و سزاوار جایزه گشت، اساساً به جایزه برای آرایش موسیقی. از بس که این نمایش پر منظوم موسیقی است و به همین جایزه سزاوار گشت. و باز یک نمایش دیگر خزان تگیپا در فستیوال بین المللی شهر برست جمهوری بلاروس اشتراک کرد. همین در 3 سال اخیر همین 3 نمایش مثلا طبیب پران در 4 نمایش در 4 فستیوال بین المللی اشتراک کرد. بلبل خوجند در 2 فستیوال بین المللی اشتراک کرد. خزان تگیپا در 1 فستیوال بین المللی اشتراک کرد. کارمندان تئاتر دولتی مسکه و موسیقی به نام کمال خوجندی بجز از 7 نمایش بین المللی همچنین در نمایشنامه‌های جمهوریوی و ولایتی فعالانه اشتراک نمودند. مقصد اساسی آماده کردن نمایشنامه و معرفی آنها در سطح بین المللی این پیش از همه معرفی تاریخ، فرهنگ، مدنیت و عرف و عادت‌های خلقی تاجیک می باشد و با این وسیله جهانیان به این ملتی کهن بنیاد آشنایی پیدا می نمایند، می گوید سرکارگردان این مؤسسه دولتی. ما در کشورهای روسیه در قزان بودیم، در آلماتی بودیم، در اسمالینسک بودیم، باز در قزان بودیم و باز در شهر اکتاوی جمهوری قزاقستان بودیم، در برست بلاروسیه بودیم، در شهر برانویچ جمهوری بلاروس اشتراک کردیم. در همین کشورها البته ما هم وقتی که نمایش رو پیشنهاد کردیم ما هم در حیرت موندیم وقتی که زبان ملی تاجیکی رو نمیدونند، لیکن خیلی خوب پذیرفتند نمایش ها رو. الکی ما هر یک هنرمندی که در صحنه نقش می آفرد از قرصگزینی های تماشابین معلوم می شود که آنها نمایش رو درک کرده ایستادند، فهمیده ایستادند و با آنها این یا آن لحظه نمایش پسند آمده ایستاده است. در سال 2023 احتمال است کارمندان تئاتر دولتی مسکه و موسیقی به نام کمال خوجندی به فستیوال بین المللی در شهر قزان اشتراک نمایند. حالا برای عملی شدن این کار گفت و شنید ادامه دارد، اما امروز تئاتر تاجیک در سطح بین المللی مقام خود را پیدا کرده است، زیرا همه ساله تا 2 و یا 3 مرتبه در سطح بین المللی نمایش های خود را معرفی می نمایند. رو پیدا کردنم ضرور. نه من نمیگذارم که داماد همین. البته داماد باید حضور شما نشکر و نسیم رحیمов برای برنامه اطلاعاتی خبر.